به نام نامه یزدان چند وقت قبل بود که قسمت اول از اساطیر ایران زمین رو با هم داشتیم و امروز میخوایم بریم سراغ قسمت دوم از اساطیر ایران زمین. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب رو بزنید و ویدیو رو لایک کنید تا علاقتون نسبت به ویدیو رو نشون بدید. در قسمت قبل ما گفتیم که اهورامزدا و اهریمن به وجود اومدن و خلق شدن توسط کی؟ توسط زروان. حالا دنیا به دست این دوتا سپرده شده و اهورامزدا تصمیم میگیره که 6 تا فرشته برای پخش نیکی توی دنیا خلق کنه. این 6 تا فرشته رو نام بردیم و کاربرد هر کدومش رو گفتیم. اهورامزدا و امشاسپندانش تصمیم میگیرن که 7 عنصر اصلی این دنیا رو خلق کنن که اونا میشه آتش، گیاه، خاک زمین، آب، آسمان، تمامی حیوانات و انسان. وقتی اهورامزدا و امشاسپندانش در حال خلقت عناصر بودن، 2 جاندار مقدس میآفرینن. اولیش گاو ایوکداد و دومیش گیومرد بوده. گاو ایوکداد برای این آفریده شد تا غذا و تغذیه‌ای برای گیومرد یا همون کیومرث باشه. حالا اهریمن میاد رو کار. اهریمن کجا بوده؟ اهریمن در حال تماشای اهورامزدا بوده. اهریمن تصمیم میگیره که موجوداتی سیاه و تاریک خلق کنه تا اینکه تمامی نیکی‌ها رو از دنیا پاک کنه. چیزایی که توسط اهریمن خلق میشه بیماری‌ها، بلایای طبیعی، دیو، جن و مانند اینا. بعد از اینکه اهریمن اینا رو تولید میکنه و خلق میکنه، تصمیم میگیره که با این لشکر بزرگی که داره به سمت اهورامزدا حمله کنه. ولی حملش موفق نمیشه. چرا؟ چون که اهورامزدا جوری این دنیا رو آفریده بود که بالا و پایینش آسمان بود، وسط این دوتا دنیای مادی بود و زیر این دنیای مادی میشد دنیای اهریمنان، دنیای سیاه و تاریک و پوچ. چون اون دنیا خیلی زشت بود، اهورامزدا تصمیم میگیره که لایه‌ای بین این دوتا قرار بده و اون دنیا رو حفاظت بندی کنه نسبت به این دنیای مادی. اون حفاظت بندی باعث میشد که مثل حصاری بشه برای اهریمن. اهریمن هم نتونست این حصار رو بشونه و شکست خورد. اما اهریمن تسلیم بشه نبودش و تصمیم میگیره از یه شکافی بالاخره وارد زمین بشه و اون شکاف هم پیدا میکنه و وارد زمین میشه. وقتی که وارد زمین میشه، زمین لرزه‌ای خیلی بزرگ رخ میده. این زمین لرزه باعث میشه که کوه البرز که معروف ترین کوه ایران هستش به وجود بیاد. از بلندی کوه البرز باید بهتون بگم که به آسمون میرسه و مثل پلی میان آسمان و دنیای مادی قرار میگیره. اهریمن کیومرث و ایوکداد رو میکشه، ولی از خون ایوکداد حیوانات و گیاهان جدیدی میان روی زمین و از خون کیومرث مشی و مشیانه اولین جفت انسان به وجود میاد. اهریمن که فکر میکرد دنیای مادی رو نابود کرده، از روی کوه البرز میره به سوی آسمان تا آسمون هم نابود کنه، ولی به دستور اهورامزدا آسمان بسته میشه و اهریمن با تمام لشکرش توی آسمون زندانی میشه. وارد 3000 ساله دوم که میشیم، در 3000 ساله دوم چون اهریمنی در کار نبوده و زندانی بوده، دنیا با صلح تمام به حیات خودش ادامه میده و هیچ جنگ و رویداد مهمی تو این 3000 سال نمیافته.